سلام صبحتون بخیر بچه ها. امیدوارم که امروز یه روز خیلی قشنگ و خوبی داشته باشید. اینجا چند روز همش بارون میومد، هوا ابری بود، ولی امروز آفتاب در اومده، هوا خیلی خوبه. بذارین نشونتون بدم آسمونو. وای من عاشق این هوای آفتابی و آسمون آبیم. خیلیاتون تا الان ازم پرسیدین که الی رو با دلتنگی چیکار میکنی؟ دلت برای خانواده‌ات تنگ نمیشه؟ چجوری باهاشون در ارتباطی؟ باید به کسایی که میخوان مهاجرت کنن بگم که قطعا دلتنگی وجود داره، ولی مهمه که شما چجوری این دلتنگی رو کنترلش کنی و سعی کنی که همیشه این ارتباط رو حفظ کنی، چون اگه هر روز تو با خانواده‌ات در ارتباط باشی، اونا از حال تو با خبر باشن، تو از حال اونا با خبر باشی، قطعا این دلتنگی کمتر حس میشه و شاید هم کمتر حس نشه ولی کمتر اذیت کننده میشه. و اینکه وقتی شما مهاجرت میکنید میبینید که کلی آدم مختلف از جاهای مختلف دنیا اومدن دارن زندگی میکنن، واسه هدفشون تلاش میکنن. قطعا یکی از دلایلی که باعث شد مهاجرت خیلی واسم سخت نباشه و زودتر به اینجا عادت بکنم حضور امید بود. و واقعا میدونم کسی که تنهایی مهاجرت میکنه، مخصوصا اون اولش که آدم تو بخواد مثلا به محیط عادت بکنه، با چیزهای مختلفی که اونجا زندگی میکنه آشنا بشه، خیلی سخته. به خاطر همین اگه شرایطش رو داشتید که با کسی مهاجرت بکنید، با پارتنرتون یا یه دوست صمیمی، به نظرم خیلی تجربه مهاجرتتون بهتر میشه، چون که مسئولیت رو بینتون تقسیم میشه. بعد وقتی که حالتون خوب نیست یه نفر کنارتونه، یه نفر هست که باهاش حرف بزنید و خیلی کمک کننده است واقعا. شاید واقعا اگه منم تنهایی مهاجرت میکردم، تجربه‌ام از مهاجرت خیلی متفاوت تر میشد. اون اوایل خیلی بهم سخت‌تر میگذشت تا مثلا بخوام به مرور زمان به شرایط عادت کنم. ولی چون از اول که اومدم اینجا امید بود و اونم چند ماه زودتر از من مهاجرت کرده بود و به اینجا آشنایی داشته، به خاطر همین منم خیلی زودتر به محیط و شرایط اینجا عادت کردم، چون اون چالش‌های سخت اول مهاجرت رو نداشتم. و به خاطر همینه که میگم واقعا تجربه هر کس از مهاجرت خیلی متفاوته و شما باید ببینید که خودتون چه شخصیتی دارید. اگه شخصیت مستقلی دارید قطعا میتونید از پس همه این سختی‌هایی که هستش بر بیایید. ولی اگه هنوز حس میکنید که خیلی به خانواده‌تون وابسته اید، خیلی نازک نارنجید، سعی کنید قبل از اینکه مهاجرت کنید یه کمی مستقل تر بشید، خودتون تنهایی کاراتون رو بکنید، اینور اونور برید. چون اگه شخصیت مستقلی نداشته باشید ممکنه یهو شوک بشید، چون میبینید که همه کاراتون رو خودتون باید انجام بدین، همه مسئولیت رو دوش خودتونه. وقتی مریض میشید کسی کنارتون نیست کمکتون کنه و خیلی چیزای دیگه. به خاطر همین سعی کنید که با آمادگی قبلی مهاجرت کنید، ولی بهتون قول میدم که اگه این تصمیم گرفتید، اگه به خودتون باور داشته باشید، قطعا از پسش برمیایید. اگه شما هم آدمی هستید که کلی هدفهای بزرگ تو ذهنتون دارید، دوست دارید که جاهای مختلف دنیا رو ببینید، مستقل بشید، واقعا نترسید از مستقل شدن، از مهاجرت. وقتی این همه آدم تونستن، وقتی که این همه آدم دارن برای رویاهاشون تلاش میکنن، تجربه های جدید کسب میکنن، چرا که شما نتونید از پسش بر بیایید؟ امروز میخوام پاسته پستو درست کنم. رفتم لیمو خرید کردم، هنوز خریدامو در نیاوردم. پیشم میاد چقدر بزرگه، اینو اولین بار دارم استفاده میکنم. خب بچه‌ها جون، شما میتونید مرغ اضافه نکنید، ولی برای اینکه خاصیت و ارزش غذایی این غذا بیشتر بشه و پروتئین هم داشته باشه، من مرغم اضافه میکنم. هم مرغ میزنم هم قارچ میزنم. کلا خوبی پاستا اینه که شما هر جوری که دلت بخواد میتونی درست بکنی، یعنی قاعده و اصول خاصی نداره. مثلا سس پستو ممکنه انواع اقسام مختلفی داشته باشه.
حالا من این شکلی درست میکنم و بهتون پیشنهاد میکنم که شما هم این شکلی درست کنید چون که خیلی خوشمزه میشه. بچه‌ها یعنی من عاشق قارچم، یعنی دوست دارم به اکثر غذاها قارچ بزنم. این غذاهایی که واقعا خوب میشه مثل لازانیا، ماکارونی، نمیدونم خیلی چیزای مختلف دیگه، واقعا قارچ خیلی خوشمزه. بچه من الان دیدم سیر ندارم ولی مشکلی نداره، پودر سیرم میتونیم بزنیم. ای بابا، کمی هم فلفل و نمک. حالا میخوایم بریم سراغ سس پستو. بچه من دسته غذا سازم خراب شده، به خاطر همین مجبورم با مخلوط کن درست کنم، ولی خب قطعا اگه با غذا ساز درست کنید خیلی بهتر میشه و رنگ سستون هم خیلی خوشگل‌تر میشه، قشنگ سبز میشه. ولی چون من باید با این مخلوط کن درست کنم مجبورم که یه کمی از این آب پاستا بریزم تا مخلوط بشه. اول ریحونامون رو میریزیم. من 2 تا بسته ریحون گرفتم. خب بچه برای سس پستو شما میتونید از دانه کاج استفاده کنید، ولی اگه دانه کاج نداشته باشید مثل من میتونید از بادوم زمینی یا گردو استفاده کنید. بادوم زمینی یه بافت نرم و لطیفی بهش دست میده، ولی خب گردو یه کمی طعمش تند و تیزتره، پس پیشنهاد میکنم که اگه میخواید گردو هم اضافه کنید جفتش رو با هم دیگه اضافه کنید، یعنی که کلا بادوم زمینی هم خودش کافیه. الان من میخوام که هم یه کمی گردو اضافه کنم هم بادوم زمینی. خب سس پستومونم آماده شدش. بچه موقعی که داشتم درست میکردم من نمک فلفل و ادویه دیگه نزدم چون که به اندازه کافی به اون مواد مرغ و قارچ ادویه زده بودم، ولی اگه شما دوست داشته باشید میتونید به همین سسش هم نمک فلفل بزنید. من یکمی اینو تستش کنم ببینم چجوری شده. پرفکت. وای ببینید چقدر رنگش خوشگله، عاشق رنگشم. بچه واقعا خیلی غذای مقوی و خوشمزه‌ایه، حتما بهتون پیشنهاد میکنم درست کنید. بچه ببینم پیشوند بستم ولی اصلا پیشوندم کثیف نشد. حالا بهتون قول میدم اگه پیشوند نبسته بودم قطعا من لباسمو کثیف میکردم. خب من دیگه پیشوندم رو دارم چون الان امید میاد. شارژ لپتاپم داره تمام میشه، برم بزنمش توی شارژ، ولی قبلش بذارین منظره رو به رو نشونتون بدم.
پشتم همینطور که میبینید میز بیلیارد. الان این چند نفر اومدن که بازی کنن. من معمولا وقتایی که مثلا بخوام کتاب بخونم یا زبان بخونم میرم سایلنت روم که دیگه اونجا همه ساکتن دارن درس میخونن و کارشون رو انجام میدم. ولی وقتایی که نیاز به تمرکز خیلی زیادی ندارم اینجا هم که یک کمی شلوغ‌تر و سر صدا هستش اوکی هم بشینم کار کنم. ببین چقدر فضاش کولیه. الان دارم میرم باشگاه و باید بهتون بگم که هیچی بهتر از این نیستش که باشگاه نزدیک خونتون باشه. دقیقاً من خیلی واقعا توی این مورد شانس آوردم چون که دیگه هیچ بهونه نمیتونم واقعا برای باشگاه نرفتن داشته باشم. بعد اینکه تازه باشگاه ما کلی کلاس‌های مختلف داره، یوگا، پیلاتس، بوکس و کلاس‌های دیگه که همشون برای ساکنین اینجا رایگانه. یعنی واقعا اگه من از این فرصت استفاده نکنم خیلی حیفه و حداقل تا زمانی که اینجاییم سعی میکنم که هم بیام باشگاه هم از این کلاسایی که هستش استفاده کنم، چون هم مربیایی خیلی خوبی داره، همین که تو میتونی ورزش‌های مختلف رو تجربه بکنی. بعد اینجوری هم نیستش که حالا چون رایگان خیلی کلاسا شلوغ باشن بعد تون اپی که باشگاه داره قبلش بریم ریجستر کنیم، چون همه کلاسا ظرفیت دارن و اگه مثلا ظرفیتش از قبل پر شده باشه خب نمیتونیم تو اون کلاس شرکت بکنیم. بعد دیگه امروز هم کلاس بوکس و یه کلاس دیگه هم بودش که ظرفیتشون پر بود. من کلاسایی که تا الان اومدم پیلاتس و یوگا بود که خیلی خوب بودن واقعا. مخصوصا یوگا اولین تجربه‌ام بود، چون پیلاتس قبلا هم رفته بودم ولی برای یوگا که اولین تجربه‌ام بود خیلی خوب بودش. بعد دیگه خلاصه که الان خودم میخوام برم ورزش کنم و دیگه باشگاهم نشونتون میدم. خب من لباسم رو عوض کنم بعدش هم بریم ورزش کنیم. تا حالا من کلاس بوکس نیومدم ولی فکر کنم حتما تو آینده بیام. به نظرم که تجربه باحالی میتونه باشه. من دارم برمیگردم خونه و گفتم بهتون بگم که چقدر هوا خوبه و این خیلی عجیبه. کلا پاییز امسال خیلی برام عجیب بود نسبت به پارسال، چون پارسال اکثر روزا همش باد و بارون بود، میرفتیم بیرون خیلی هوا سرد بود، همش بارون میومد. بعد دیگه هلندم که به باداش معروفه دیگه، فکر کنم میدونین خیلی اینجا باد و بارون زیاده و این بادش واقعا اذیت کننده است. ولی پاییز امسال واقعا خیلی خوب بود، یعنی از روزای آفتابی و بدون باد و بارونش تا الان خیلی راضی بودم. ولی بچه‌ها از 1-2 ماه دیگه یعنی زمستون هوا اینجا خیلی سرد میشه، یعنی طوری که اصلا نمیتونی بری بیرون، چه برسه که مثلا بخوای تیپ بزنی برای گردش بری بیرون. فقط با خودتو با شال و کلاه بپوشونی که سرما نخوری و آره دیگه خیلی واقعا زمستون اینجا سخته. و امسال میشه دومین سالی که من تجربه زمستون اینجا رو قراره داشته باشم و امیدوارم که زمستون امسالم مثل پاییزش نسبت به پارسال خیلی بهتر باشه و خیلی سوزناک و سخت و دردناک نباشه. بادوم و گردو هم اضافه کنید که معجونتون مقوی تر بشه. خرما کافیه و بره برای مخلوط شدن. خب
خب بچه‌ها بلک فرایدی نزدیکه و منم دارم لیستمو آماده میکنم، چون بلک فرایدی فرصت خیلی خوبیه برای چیزایی که چند وقته تو لیست خریدم بودن بخوام با تخفیف بگیرم. راستش همیشه دوست دارم این موقع سال برنامه‌ریزی کنم، چون اگه بی هدف بریم تو خریدای بلک فرایدی ممکنه که چیزای بی استفاده بخریم و فقط پول هدر بدیم. مثلا من همیشه میرم سراغ چیزایی که واقعا نیاز دارم و خیلی وقت منتظر بودم تخفیف بخورن، مثل محصولات مراقبت پوستی یا مکملایی که دوست دارم امتحان بکنم و واقعا حواسم هستش که فقط چیزایی بخرم که واقعا ارزشش رو داشته باشه. مثلا وقتی یه محصولی خیلی چشمو گرفته قبلش میرم قیمتش رو چک میکنم که ببینم واقعا تخفیف خورده یا نه، چون توی بلک فرایدی خیلی برندها تخفیفای تقلبی میذارن، پس حواستون باشه که قبلش قیمت اصلی محصول رو حتما بدونید. بعد بچه‌ها سعی کنید روی محصولات با کیفیت سرمایه گذاری کنید. مثلا برای من تخفیفای محصولای مراقبت پوستی مثل کیلز و استیلادر و سوتیس خیلی ارزش داره، چون اینا معمولا گرونن و توی تخفیف خیلی به صرفه میشن. اگه شما هم مثل من به روتین پوستیتون خیلی اهمیت میدین، این تخفیفا بهترین زمانه که یه روتین حرفه‌ای بچینید. بعد من همیشه سعی میکنم سبد خریدم و از قبل آماده کنم که تخفیفا شروع شه سریعا پرداخت کنم، چون که وقتی تخفیفا شروع میشه خیلی از این محصولای پرطرفدار سریع تموم میشن. دیگه خلاصه چیزایی که بیشتر میخوام بگیرم همون محصولات مراقبت پوستی و مکمل و اینجور چیزاتی. چند تا لوازم خونه هم باید بگیریم، مثل بخارشویی و غذاساز، چون غذاسازمونم خراب شد. البته غذاساز نداشتیم، از این دستگاهی خردکن بود. بعد دیگه احتمالاً یه دستگاه لیزرم بخوام بگیرم، حالا اینطوری که تحقیق کردم مثل اینکه برند براون خوبه. دیگه خلاصه اگه همه این چیزایی که توی لیستم نوشتم و سفارش دادم حتما یه ولاگ دیگه میگیرم، آنباکسشون میکنم، به شما هم نشون میدم. امیدوارم شما هم بهترین خرید رو داشته باشین توی بلک فرایدی. من دیگه میخوام برم صورتمو بشورم و مسواکمو بزنم، بعدش هم بگیرم بخوابم، چون دیگه امروز خیلی خسته شدم. کلی دوستتون دارم، خیلی مراقب خودتون باشید. یادتون نره که ویدیو رو لایک کنید، چنلم سابسکرایب کنید، کامنت هم یادتون نره. خیلی با این کاراتون خوشحالم میکنید، انرژی خوب منتقل میکنید. تا یه ولاگ الیرای دیگه، خدافظ.